با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا 70% شهروندان تاجیکستان در ساختمان‌های روسیه کار می‌کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می‌شود. این تمایل به آن ربط می‌گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتر در خواجگی‌های کمونالی جای کار پیدا می‌کنند. وقتی که کارو که سر شد با خط تاجیکستان آمده ما را تلفن میکنن که خسته بیای که کار سر شده با ما خسته بلیت گرفته میریم. ما سال کار میکنیم در جای کار یک جای کار میکنیم که مثلا سری وقت سومونا میگیریم همش توریه یگان پرابلم نیست. میرنگم پیشینه کار کردیم مزه ما که ابچیلا خیلی نوشمی میخره. آدمی بهنر هم جمع کارم یا بکنه. هرچند مبلغ‌های انتقال داده مهاجران سال گذشته 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است. وقتی مهاجران با خانواده‌شان میروند متناسباً انتقال پول را به وطن کمتر میکنند. حالا کمتر یعنی تنها برای پدر و مادرشان میفرستند و خلاص. بنا به معلومات رسمی سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریباً 3/1 مجموع محصولات ملی را تشکیل داد. ببینید شروع از سال 2010 تا سال 2016 به تاجیکستان بیش از 20 میلیارد دلار وارد شد. همزمان مهاجران تاجیک به مجموع محصولات ملی روسیه زیاده از 1 تریلیون روبل درآمد آوردند. هرچند بیشتری ها در این باره چیزی نمیگویند، ولی سهم مهاجران کاری از جمله تاجیکان در تولید مجموع محصولات ملی روسیه خیلی بلند است. پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پولهای انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چون این وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند.